علی در سن 10 سالگی اسلام آورده. عزیزان من 10 سالش بود، 6 سال داشت که رفت تو خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم. 10 سال من رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث شد. اولین کودکی که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله حضرت علی بود. 10 سال عمر داشت. این روز دیدید که رسول الله صلی الله علیه وسلم و ام المؤمنین خدیجه دارن نماز میخونن تو خونه برای اولین باری. تعجب کرد، تو نماز رکوع و سجود زبانشون لبشون داره تکون میخوره، چه دارن میگن؟ این حضرت علی 10 سالش بود، نگاه کرد پیره شد. وقتی سلام دادن رسول الله صلی الله علیه وسلم متوجه علی شد. علی رسول الله بود در جماعت صلی الله علیه وسلم. گفت علی ما رو دیدی؟ گفت چه کار میکردی ای رسول خدا؟ 10 سالش بیشتر نیست. گفت ما نماز میخوندیم، عبادت رب العالمین میکردیم. گفت علی اسلام بیا. 10 سالشه، عرضه کرد برش اسلام. گفت علی فرزندم پسرم اسلام قبول بکن، اسلام بیا، شهادت دین رو بگو. حضرت علی میدونست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دلسوزشه. گفت قبولمه، من دلسوزی تو قبول میکنم، اسلام میارم. 10 سال بیشتر گوش بده. گفت اما من برم با بابام، عبدمناف اسم باباش بود، ابو طالب. گفت برم با بابام مشورت بکنم، چون من بدون مشورت بابام کاری نمیکنم. گفت اجازه هست؟ گفت قبول پسرم. رفت بیرون که بره با باباش مشورت بکنه که بیاد شهادتین بده. بدون مشورت باباش کاری نمیکرد. یه چند قدم رفت، سریع برگشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت علی با بابا مشورت کردی؟ گفت نه. تو زود برگشتی؟ گفت بله. یه چند قدم رفتم یه چیزی یادم آمد به ذهنم. گفت چی آمد؟ گفت من به ذهنم آمد که روزی که خدا رب العالمین میخواست منو خلق بکنه با بابا مشورت نکرد، منو خلق کرد. خب گوش بدید بچه 10 ساله. گفت من فکر کردم میرفتم خانه پیش بابام که مشورت بکنم آیا من مسلمان بشم یا نشم، خدا رو بپرستم یا نپرستم. بعد یه دفعه تو ذهنم آمد که روزی که خدا منو خلق کرد رب العالمین از بابا مشورت کرد، تردید یا نکرد؟ نه، منو خلق کرد بدونی که بابا مشورت بکنه. بعد فکر کردم آیا چنین خدایی که منو خلق کرده بدونی که مشورت بکنه با بابای من، آیا من برم برای پرستش چنین خدا و عبادت و بندگی چنین خدایی با بابا مشورت بکنم؟ با بابا مشورت نیاز نداره. آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بچه 10 ساله. بچه ها رو تربیت بکنیم بر حب صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم، بر کارهای نیکو، بر گفتار و کردار نیکو، بر اخلاق پسندیده. عزیزان من، تو هم در دنیا سربلند باشی و هم در آخرت سربلند باشی.